درود بر شما. به نگهبانان امید خوش آمدید. جایی که صداهایی از سراسر جهان دور هم جمع می شوند تا داستانهایی از استقامت، تغییر و تعقیب پیگیر امید را به اشتراک بگذارند. من امیر شمشیریان هستم و از بریزبن استرالیا با قلبی پر از داستانها و روحی تغذیه شده از امیدی شکست ناپذیر با شما صحبت می کنم. در فرش رنگین فرهنگ ایرانی به ما هنر و شعر و درد جدایی آموزش داده می شود. این آموزه ها همراه همیشگی بسیاری از ما بودند. ما که از کوچه های سرزمین مادریمان فاصله گرفتیم به جستجوی امنیت، آرامش، آزادی و فرصت هایی که به نظر می رسد در وطنمان دست نیافتنی است. مانند بسیاری از شما، من نیز در مسیری قدم گذاشتم که مرا از وطنم ایران به دور داشت. این مسیر تنها درباره جابجایی جغرافیایی نیست، بلکه درباره تولدی دوباره است. در نگهبانان امید ما به زندگی کسانی که جرأت رویا پردازی بزرگ را داشتند و مرزها را برای تحقق آن رویاها رد کرده‌اند می‌پردازیم. وطن ما که در فرهنگ و تاریخ غنی است، دوره‌های تاریک زیادی به خود دیده که بسیاری از ما را به جستجوی افق‌های جدید واداشته است. آشوب‌های سیاسی، ناپایداری‌های اقتصادی و جستجو برای فرصت‌های کاری و تحصیلی بسیاری از ایرانیان را بران داشته تا زندگی‌های خود را در چمدان‌های کوچک جمع کرده و به ناشناخته‌ها سفر کنند. در روایت هر ایرانی خارج از کشور یک مصرع شوق به یک بیت استقامت وجود دارد. نگهبانان امید از یک اشتیاق عمیق زاده شد، از نیازی به بافتن بیت‌های پراکنده زندگی‌های ما به یک قصیده یگانه و درخشان. این کانال تنها مجموعی از سفرها نیست، بلکه فانوسی است برای کسانی که مسیرهای مبهم تغییر را طی می‌کنند. اینجا ما جمع می‌شویم تا سمفونی امید را بسازیم، گواهی بر استقامت حک شده بر روح هر مهمانی که داستان خود را به اشتراک می‌گذارد. اینجا جایی است برای گرامی داشت آنان که جرأت کردند رویابین باشند، با تمام بهایی که برای این رویا پردازی پرداختند. ایران خاستگاه بی‌نظیری از انسان‌های درخشانی بوده است که جهان را دگرگون کردند، اما در داور است که بسیاری از این نابغه‌ها نتوانستند در زادگاه خود شکوفا شوند، سرزمینی که اولین بار جرقه‌های نبوغشان را افروخت. مریم میرزاخانی، ریاضیدان درخشانی که اولین زن برنده مدال فیلدز شد، مجبور شد نور خود را به آن سوی مرزها ببرد تا در تبعید اجباری عمق رویایش را بیابد. Which is on the angles of the polygon that you started. There are two types of questions. One is about you have a surface with a geometric structure and you're trying to understand some properties of this geometric structure that you have. و فیروز نادری که اسرار فضا را به بشریت نزدیکتر کرد، سفری طولانی از دشت‌ها و کوه‌های ایران آغاز کرد تا در سرزمینی دیگر جایی بیابد که در آن آرزوهایش پرواز کنند. We also invest in technology which enables, which secures the future for us. So I'm used to be thinking about, این شخصیت‌های بزرگ هم افتخار ما و هم یادآوری تلخ هزینه‌های سنگین رفتن هستند. هدیه‌ای به جهان
و در عین حال از دست دادنی عمیق برای سرزمینی که نتوانست مأمنی برای رویاهایشان باشد. آنها همانند مهمانان ما نگهبانان حقیقی امید هستند، گواهی بر این که حتی در تبعید اجباری میراث و استعدادهای ما همچنان به جهان شکل میدهند و الهام بخش هستند. در هر قسمت به داستان منحصر به فرد افراد مختلف گوش میدهیم تا زندگی را از منظر و تجربه آنها ببینیم. ما لحظات تلخ و شیرین را به اشتراک میگذاریم. اولین برف، اولین باران در سرزمین جدید، طعم نوستالژی غذایی که یادآور خانه است و موفقیت هایی که اغلب با چالش های بسیار در سرزمین های ناآشنا آمیخته هستند. با گردآوری این صداها ما در حال ساختن مجموعه‌ای از داستان‌ها هستیم، مجموعه‌ای برای شنوندگان آینده که به دنبال این بینش‌ها و الهام در سفر خود هستند. میهمانان ما از همه قشرهای زندگی می‌آیند، دانشمندان، هنرمندان، کارآفرینان که نه تنها از این طوفان‌ها زنده بیرون آمده‌اند، بلکه رشد کرده و به شکل‌گیری دنیاهای جدید خود کمک کردند. با حمایت شما جامعه ما رشد می‌کند و صداهایی که به شما ارائه می‌دهیم گسترده‌تر شده، دیدگاه‌های بیشتر و داستان‌های الهام بخشتری را منعکس می‌کند. نگهبانان امید بیشتر از یک پادکست است. اینجا محفلی است که هر داستان تکه‌ای از امید را به دنیا اضافه می‌کند. این کانال برای هر کسی است که با آرزوی خود زندگی می‌کند، چه در قلب ایران باشد و چه در جایی دورتر. اینجا جایی است برای گرد همایی، همبستگی و پاسداشت رویای انسان‌ها. ما همه اینجا هستیم تا زخم‌های نامرئی دوری را التیام بخشیم و با هم آینده‌ای روشن‌تر و پرامید بسازیم. پس چه شما در دفتر خود در اروپا نشسته‌اید، چه در خیابان‌های آمریکای شمالی رانندگی می‌کنید و یا در قلب ایران چای می‌نوشید، به نگهبانان امید بپیوندید. جایی که هر قسمت پلیس بین دنیاها و دلها. هر اشتراک گذاری و نظر شما صدای ما را تقویت و به این جنبش امید کمک می‌کند و صداهای جدید و داستان‌های گسترده تری را به نور می‌کشد. با هر داستانی که به اشتراک گذاشته می‌شود، با هر صدایی که به این قصیده اضافه می‌شود، این حرکت قوی‌تر خواهد شد و روایت امید عمیق‌تر. نگهبانان امید تنها یک پادکست نیست، یک جنبش است. فریادی برای همه کسانی که جرأت رویای روزهای بهتر را دارند. با هم وقتی که داستان‌های یکدیگر را تقویت و تبلیغ می‌کنیم، نه تنها میراث کسانی که پیش از ما آمده‌اند را حفظ می‌کنیم، بلکه نسل‌های آینده را نیز الهام می‌بخشیم. شاید امروز داستان کس دیگری باشد، اما فردا نوبت داستان شماست و می‌خواهیم شما نیز به نگهبانان امید بپیوندید.